افسوس به حال ما مردمی بیچاره. این ملتی بیچاره تا چه وقت در این آتش ظلم بسوزد که بجای ازی که ما زمینه محبت بیشتر مساعد بسازیم، رسانه های ما متاسفانه از یک طرف نشر فساد، انواع فساد که خود شما مشاهده کردین، هیچ تصور نمی کند یک انسان که امی تلویزیون و امی زنهای افغان باشد. ارزش افغانی و حیای افغانی رفت. شاید دیده باشین در این روزها تعداد زیر عنوان هنرمند، لعنت خدا به همچنین هنرمندی که به همچنین هنرمندی که هنری تو لباس اسلامی و افغانی توست، هنری تو غیرت افغانی تست. تو منصوب خدا به یک سرزمینی که در طول تاریخ سربلند بوده است، زنی بد اخلاق نداشته است، مردی به غیرت نداشته است، منصوب به سرزمینی ما خدا نکن. وقتی که در سرزمینی بود پرستا که زیر عنوان هنر تو می روی، تو خود افغان نگو، بلی با لباس افغانیت، با کلچر افغانیت، با فرهنگ اسلامیت میتونم که من تو را بپذیرم، اما خاک ما، غیرت ما، دین ما همچنین افغانی را هرگز نمیپذیرم. از یک طرفی بدبختی، از طرف دیگر بعضی رسانه های هستند که زیر پرده تمویل میشوند از طرف یهود و نصارا، از طرف دشمنان اسلام، از طرف دشمنان این ملت بیچاره مظلوم. بحثهای داغ و خانمان سوزی ملیگرایی و تعصب زبان و منطقه را برا می اندازند. فکرتان باشه این کلان دسیسه است. از یک طرف خارجی ها افغانستان ترک میکنن، افغانستان ترک نمیکنن، از افغانستان اخراج میشون انشاءالله. از طرف دیگه میخواهند که زخمهای ناسوری را به جا بگذارن، چه قسمی که روسها با ما این نفاق بازی کردن، زیر عنوان پشتون، تاجک، هزاره، ازبک ما را از هم بپاشن و رسانه های ظالمی که در این راستا کار میکنن. از شما ملت مسلمان غیور و مومن و متدین که در طول تاریخ الحمدلله در زیر بیرق وحدت اسلامی و ارزش های اصیل افغانی برادروار افغانه ها زندگی کردن، یک ملت، یک پیکر، در جهادی تاریخ سازتان ثابت کردین که دین میتواند که از این ملت یک ملت قوی بسازد. قماندان از بدخشان، مجاهد از پکتیا، مجاهد از بدخشان، قماندان از قندهار، در زیر یک خیمه زندگی برادروار، دنیا را حرکت داد، وحدت و یک پارچگیتان بتی دسیسه کنندگان را از هم شکستاندین. دوباره میخوان که دوب او بتی خطرناک ترمیم کنن زیر عنوان زبان، قوم. جنگ های گذشته چی طور بود؟ کی بر حق بود و کی نه حق بود؟ متوجه باشین با آیاتی که پیشتر تلاوت شد. روزی از روزها منافقین از یک جا عبور میکردن در مدینه، دیدن که برادرای اوس و خزرج با یک دیگر ششته و با محبت زیاد یک دیگر را با آغوش گرفته و صحبت میکنن و عبدالله ابن ابی ابن سلول لعنت الله علیه سرکرده منافقین او گفتی چطور شد؟ چطور که ما بین مسلمانای وحدت ببینی، قوت ببینی، برادری را ببینی؟ چه قسمی که الحمدلله زیر چتری مسجد امروز اینجا پشتون هست، تاجک هست، هزاره هست، ازبک هست، همه مومن، مسلمان، افغان. این قابل تحمل نیست به دشمنای اسلام و افغانستان. یا چه کردن؟ جواسیس خود فرستادن که رفت برونده مجلس. اوه بی غیرت،
خبر نداری که چقدر از آبا و اجداد شما از دست سیاه‌ها کشته شد؟ اینا گفتن او بی غیرت، با یا شما با هم آمدین؟ چقدر آبا و اجداد شما در جنگ مابین اوس و خزرج کشته شد؟ یک تعداد مردمای جاهل و نافهم یک دم برخیستن، دست به سلاح زدن. رسول علیه السلام گفتن که یا رسول الله، فتنه در حالتی سرکشیدن است، فورا رسید. گفت چطور ما در ما بین شما و دوباره شما شعار کفر بلند میکنین؟ آیاتی نازل میشود از طرف الله جل ذکره. چقدر زیبا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین کفروا یردوکم بعد ایمانکم کافرین و کیف تکفرون. نگفت و کیف تقاتلون، و کیف تکفرون، چی تو پس کافر میشین؟ در اوجا کلمه کفر نبود که والعیاذ بالله اوس و خزرج یا صحابه کرام شرک و کفر مرتکب شده باشند. تعدادی از کسانی بودند که دست به سلاح شدن در برابری برادرای مسلمان خود. قرآن میگه و کیف تکفرون، چی تو دوباره به کفر برمیگردین؟ چقدر کلمه تکان دهنده است. و کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسول. کلام الله مجید بر بالایتان تلاوت میشه، رسول در مابینتان، دوباره شما به کفر برمیگردین؟ و کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسول. و کیف تکفرون. ما به شما افغانای خود میگم که اجازه ندین به این منافقین که بار دیگه زخمهایی که در حالتی رو گرفتن است، زخمها را دوباره چیر بکنن، خونی ملتی بیچاره زیر پرچمی والعیاذ بالله بار دیگر قومیت و تعصب و سمت و منطقه ریزانده شود. کلان مسئولیتی ما و شماست. همچنین رسانه ها را اخطار بتیم که ما یک ملت هستیم، ما یک امت هستیم. خبردار که صبر ملت مسلمان افغانستان لبریز شده است در برابری بدبختی، بی‌حیایی، بی‌غیرتی و در برابری همچنین نفاق و فتنه انداختن ما بین فرزندان افغانستان. الفتنه النائمه، پیغمبر خدا می فرماید فتنه خوابیده است. لعنت الله علی من ایقظها، لعنت خدا به کسی که دوباره فتنه را زنده می سازد. همگی به یک آواز میگیم لعنت خدا به کسی که دوباره فتنه را در مابین مسلمان ها زنده می سازد.